درباره چی فکر میکنی؟ به چی چیز رغبت داری؟ چی را جستجو میکنی؟ و آرزوهای تو در این زندگی چیست؟ زیرا مسلمانی واقعی آرزوهای بلندی دارد و بسی آن تلاش نیز میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بیگمان الله متعال اخلاقی بلند را دوست می‌دارد و از پستی ها نفرت دارد. بدان که جستجوی علم خاتمه ندارد بلکه تا آخر عمر ادامه می‌یابد. از این رو از امام احمد رحمه الله تعالی پرسیدند وقتی که رنگدان را با خود داشت تا کی؟ او جواب داد همراه رنگدان تا قبر. پیری با جستجوی علم انسان را هلاک نمی‌گرداند اگر همتی وجود داشته باشد. اینکه در طلب علم مردن بهتر از مرگ قناعت با جاهلیت. با همت بلند در جستجوی علم باش و فایده ها را جمع آوری کن و کتاب های عظیم را بخوان. ابو عبید گفته است گاهی یک چیزی ارزشمند از دهان مردم میشنیدم و آن را در کتاب نوشته شب را به خواب از شادی آن دانش میگذراندم. و خطیب بغدادی گفته است من صحیح بخاری را نزد اسماعیل ابن احمد در 3 مجلس خواندم. مهم است که جستجوی علم را ادامه دهی زیرا کم اما دائما بهتر از بسیار اما قطع شده. اکرمه گفته است من 40 سال در جستجوی علم بودم. ابو عباس نحوی گفته است من ابراهیم حربی را هرگز بدون کتاب ندیده ام. از تنبلی دست کش و با آموزش علم و عمل نیک محافظت کن. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين